درود دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قراره که در مورد پایبندی به سیستم معاملاتی باهاتون صحبت کنم و اینکه بگم که چجوری زمانی که شما به سیستمتون، به پلن و اون ستاپی که دارین، حالا مهم نیست چه سبکی دارین کار میکنین، با هر سبک که هست طبق اون سیستمتون و طبق اون ستاپی که دارین کار میکنین و بهش پایبندین، چجوری این پایبندیه به شما رو سود میکنه. و دلیل این که خیلی ها به این مرحله نمیرسن میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، از باگ‌های ذهنیت و روانشناسی که میتونه مثلا دلایلش که عدم قطعیت باشه و میتونه عدم پذیرش استاپ باشه و چیزهای دیگه. ببینید بچه‌ها، کلا توی سیستم معاملاتیتون که دارین انجام میدین و معاملات رو دارین میزنید، ما 3 تا سیکل داریم. یکی سیکل سوددهی، یکی سیکل ضررده و یکی سیکل رنج. شما باید تمام این سیکل‌ها رو بگذرونید، مخصوصا از دل طوفان بیاین بیرون. دل طوفانه کجاست؟ همون قسمتی که تو سیکل ضررده میافتین. دقیقاً اینجاست که خیلی‌ها یا جا میزنن یا میرن دوباره دنبال یک آموزش دیگه یا یک ستاپ دیگه، نمیتونن بپذیرن که آقا شما توی هر سبکی یا هر ستاپی که بری بالاخره این هست، این استاپه هست، این اصلا جزئی از مسیره، جزئی از شغل و کار معامله گریه و نمیتونی شما از این فرار کنی. باید به این درکه و این پذیرشه برسی که آقا این هستش. زمانی که شما اینو بپذیری و اجازه بدی که معاملاتی که داری انجام میدی بذاری خودشو، این راندمان رو در تعداد بهت نشون بده، اونجاست که شما بردو کردی و فقط طبق سیستمت و ستاپت بری جلو و دیگه به هیچی توجه نکنی، نه به استاپ و نه به تیپی، و بذاری که اون سیستم کار خودش رو انجام بده. ببینید اینجا الان مثلا من با ریسک 1% که حساب کردم، اینجا 2 تا معامله اولم استاپ شده، استاپ تیپی های پشت سر هم اومده. بعد دوباره اینجا افتادیم تو سیکل سوددهی، باز دوباره افتادیم تو سیکل ضررده، استاپ دوباره سود، استاپ دوباره افتادیم تو سیکل سوددهی، دوباره افتادیم تو سیکل ضرردهی، دوباره سوددهی، دوباره ضرر، سود، دوباره افتادیم تو سیکل سوددهی. و اینجا بعد از تمام این معاملاتی که ما انجام دادیم، سود و ضررهایی که انجام دادیم، نهایتش به این شدش که ما تونستیم چالش مرحله اولو که تارگتش 10% بود و توی 23 روز پاس کنیم، در طول 23 روز پاس کنیم. حالا نکتهش اینجاست که خیلی‌ها نمیتونن این روزا رو بگذرونن، این روزایی رو که منفی میشن. و دقیقاً فرق بین یک تریدر سودده و یک تریدر که چند سال هم هست داره توی مارکت کار میکنه و سود نمیکنه اینه که نمیتونه اینو تحمل کنه و این صبر رو داشته باشه و این پایبندی رو داشته باشه. شما بتونید به این پایبندی برسین و فقط بذارید که معاملاتتون در تعداد نتیجهشون نشون بده، با مدیریت سرمایه صحیح یک راندمان خیلی خوبی رو واسهتون ایجاد میکنه. ببخشید، یه راندمان خیلی خوبی رو واسهتون ایجاد میکنه. حالا واسه مرحله بعدیش رو شما دقت کنید. اینجا دوباره واسه چالش مرحله دومش، اینجا دوباره ضرر. خب یعنی شما 1%، 2%، 3%، 4% افت سرمایه داشتی، ولی همچنان باید پایبند باشی. اینجا 4% شما ضرر کردی، تو سیکل ضررده افتادی، اینجا باز افتادی تو سیکل سوددهی، 1%، 2%، 3%، 4%. خب سر به سر شد، تا اینجا سر به سر شد
1% 2%، باز حالا اینجا 1% 2% منفی، اینجا دوباره سر به سر شد، اینجا 1% سود، 1% منفی، 1%، 2%، 3%، 4%، 5%. مرحله دومم پاس شدش. تارگت مرحله دومم 5% بود، کلا 11 روز طول کشید. تمام. به همین راحتی. گفتنش راحته ولی در اجرا خیلی ها اینجا نمیتونن، به خاطر اون بار روانی که ایجاد میشه و مشکلات روانشناسی که بر میخورن. او من 4 تا استاپ پشت سر هم خوردم، اینا باعث میشه که شما نتونی این راندمان رو درست ایجاد کنی.